السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران الله همتان نگهبان باشد. امیدوارم صحت سلامت هستید. برادران با دقت گوش کنید، ویدیو را پهن کنید. برادر در سعی بدون پادشاه کنید، ویدیو را پدیلیت کنید، بگیرین برای الله همین کامنتاری خوبتون بنویسونین، همین ویدیو را پهن کنید، هر قدر در ثواب این شریک شین. برادران همین کار توری نگرفت نمیگیره، همین نمیگیره، نه کار توری نگرفت در بالای همین او لای دیوال که نمیشود، لای دیوال که نمیشود. مقصد در بالای بر هیچ وقت علاو کرده نمیشه. برادر توغری همین چیز توغری نمیگیره، یا که پمیدور با شیر یک جوی جوشونده شربرنج کرده نمیشه، همین توغری نمیگیره. چی در کار خود در صف نماز سادگی، در نماز شام زنه در امسویگی چی مسجد توی رقص داره در میدان مردکو چک چک دیسن، همین خیلی ای که جا توغری میگیره. میوی در نماز صفی پیش هم میگیری و میبینی زن اوسینوش کالتا پیش برش ایلک در پیش مردگاه خوچه فاسون کدگی همین چرنگ شکیره کده پر میکرده. همین توغری نمیگیره برادر. همین چخیر الله قانون گذاشتگی تو میگوی نمیشود. حوزی برادر من ترا بگم که در بالای همین او برا لای دیوال که خونه که گرنی خونه فاسون میاد، همین تو عقلت همین چیزا قبول میکنم که برای همین خیلی بکنی. یا بگم که همین شیر قطعی تمت بجوشون، شیر قطعی تمت بجوشون، هی باور که قروتی شروع میشود، همین چیزا تو باور میکنی، همین چیزا تو باور میکنی. یا بگم اکجان مبارک شود، گوتون خطک زوید، هی که جو همین چیز توغری نمیگیره در دین. الله سبحانه و تعالی هر چیز قانون گذاشته. شرط قبولیت عبادتی تو این است که تو دیوس نباشی. شرط قبول عبادت این است که تو دیوس نباشی. زنی تو در رقص میکند، کرد اوستین کالتا موی سر میتابد، حتی دختری تو هم همین خیلی صفت با کسانی که همین خیلی صفات را دارن همون را نمیاگ دادیستن برادر، همون نه همون ها را همین صفات را زن دختری تو دارد، تو گجوغ نماز میخونی میو. همین دین تو در دین تماما توغری نمیگیری. آخه همین دیوس نماز قبول الله چیزی گفت همون میشود، همون الله هیچ وقت خلاف وعده نمیکنه. دیوس نمازش قبول نیست، عبادت هیچ عبادتش قبول نیست. برادر تو دیوس هستی، اول برا او نظام تا با ترتیب بدار، گپ بزد، مجبورش کن نشود ایبری همین زن بگذر. الله شاهده برای تو خیره که ایبری خیلی زن بگذری، ایبری خیلی دختر بگذاری، برای تو خیره. الله با الله نزدیک میشه اگر به خاطر الله که عبادت مرا الله قبول نمیکنه که تو در حالی که چنین هستی. تو در بین معرکه رقص میکنی، مردا تو را تماشا دارن، ما در صف نماز ما دیوسم، نماز مرا الله قبول نمیکنه، بس نمیگه نماز مرا قبول نمیکنه، عبادت مرا قبول نمیکنه، حتی ایمانی تو را الله قبول نمیکنه. اگر الله ایمانی تو را قبول میکنه نمیگفت که در دیوس هیچگاه وارد بهشت نمیشود، بهشت بر دیوس حرام هست، حتی بوی بهشت به مشامش نمیرسه. همین چیز توغری نمیگیره. همین خیلی که لای دیوال در بالای او توغری نمیگیره، همین چیز توغری نمیگیره. شرط قبولیت تو همین هست. یا اینکه یک مرد میبینی که مادرش تمام دشون نمیکنند، پدرش تمام دشون نمیکنند، حق اونها را پایمال میکنند، اومده در گرد کعبه همین مردم بیره کده سنگ حجر الاسود چی کنم. ای برادر کجا رفتی؟ این چه خیلی عبادت این تماما در دین توغری نمیگیره. اگر تو درون کعبه در بدرو یک سال اینمو درون کعبه نبرو، یک سال اینمو جا نماز بخون، اگر پدر و مادر ایت روزی نباشه یک رکعت حتی قبول نیست. الله تو را در درون کعبه لعنت میکنه. این قانونی الله هست، همین خیلی قانون گذاشته است. شرط قبولیت دعای چی عبادت مرد این است که اول پدر و مادرش ای راضی باشد، دیوس نباشه. یا اینکه زنکی که باور که مردک شرنگ زنک کدگیه داد و فریادش میزنه، یک گپایش میگه در عمر زن مردک شاید پلا او دادگی نیسته، میاد بچم یک کاری کن همین سنگ من مچک کنم.
یک کاری که تلفن میکنه تماما این تمام شوهرش قدی محش قریه گپ نمیزنه، تلفن میکنه بابای مولای از سوال همین نماز تهجد چند رکعته؟ این نمی حرکته، این نمی حرکته. خیلی نمیخیلیش شوهر من نمیخیلی ایشتا چی میگوه؟ تو ای نماز تهجد ده. نماز تهجد بهترین از بهترین عبادت است که حیات انسان تغییر میده. کسی میخواد حیاتش تغییر بیاورد و راه حیاتش خوبتر شود، نماز تهجد بخواند. ولی شرط قبول عبادت یه که شوهر ایت راضی باشه. اما شوهر قهر میکنه، ناز میکنه، وظیفه ایت است که او را راضی کنی، چون که بهش رفتن ایت عینمو وابسته، ای عینمو وابسته. با گفتی بعضی تنم یک کندریده بکوری تنبلی نمیشدی، اینم خیلی انمو که بروک دریده تلتی نمیشده، انمو بیش رفتن تو ای همو وابسته، همو ایته که راضی نباشد تو حق او را ادا نکنی. این تهجد خونی تو، این روزگیری تو، این سنگ کعبه را مچک کردن تو هیچ معنی ندارد. بازمی که هیو یگان ثواب در نامه اعمال نویسنده نمی شود، شب روز الله و ملائکه های الله و تمام انسان ها و تمام جنبندگان روی زمین حتی ماهی ها در بحر برای تو لعنت میفرستند. اینا والله بالله تالله قسم میخورم که اگر از مرد پدر و مادر راضی نباشد، ای زن شوهر راضی نباشد، والله بالله تالله قسم در پیشگاه الله قسم میخورم، الله شنویده ایستاده است و دیده ایستاده است، قسم میخورم که کتاب الله چنین است و درس رسول الله صلی الله علیه و سلم همینطور است که اگر مرد از مرد پدر و مادر راضی نباشد، یا ای زن شوهر راضی نباشد، یا مرد دیوس باشد، هیچ عبادتش ایمانش به الله حتی معنی نداره. هیچ ثواب برای یگان نمود عبادتش نویسنده نمیشود. هیچ ثواب. قسم خورده ایستادم که در این شما ای تمام علمای روی دنیا بپرسین ای تمام علمای روی دنیا بگو من حق پدر و مادر من ادا نکردم، پدر و مادرم از من راضی نیسته، من گرد همه کعبه دا طواف میکنم، چند ثواب میگیرم؟ کو کدام عالم دین ای ملوی سگده که رقصه نه، ای علمای دین شما ملو را ای علم فرق کنین. هر یک عربک، هر یک همو کوچگردی دشنوکن آواز یک خیل کوچگرد دشنوکن برده در مسجد امام خطیب موندگان میشود یا سله یا جیله که میپوشد، کلا خالی هم اینجا خالی، نه در کلا عقل نه علم، یک شان وجود نداره، حتی نه عقلش وجود داره نه علم. امام خطیب ایوانه ای علما سوال کنین که این پدر و مادر من راضی نیست، من گرد یک کعبه دا طواف کردم چند قد ثواب میگیرم؟ چی میگه ترا؟ اگر میگه ای یک سال اگر همیجا طواف کردن، ای 1000 سال همیجا طواف کردن، اگر تو یک بار همو دای مدت هم میگی اجر پاداشی برای تو دیگه بود. من نگفتم ما بود نگیم که عمره را پس نیستی، هیچ یک دعای پدر و مادر و شوهرم حق جای عمره را نمیگیرد، ولی شرط قبول عمره انمی است که پدر و مادر از مرد یا اینکه شوهر ایزن راضی باشد، یا اینکه مرد دیوس نباشد. شرط قبولش انمی است. ما برای نماز طهارت پس نمیزنیم، نه که شرط قبول این همین نمازی که همه قدر درجه بزرگ داره، این همین نماز این قدر درجه بزرگ داره که من ترک فقط کفر، کسی ترکش کرد کافر می شود، این همین قدر درجه بزرگ داره، این همین به طهارت قبول نمی شود، این همین به طهارت قبول نمی شود. 1000 رکعت که بخونی به طهارت قبول نمی شود. این همین به طهارت بره در حدود حرم میلیون رکعت نماز بخون یک ثواب نداره. نه که طهارت کن، یک 2 دقیقه طهارت کن برای یک رکعت نماز 100,000 ثواب داره.
این 100,000 ثواب دارد. طهارت مرد، بگیم که اگه بیرون ای نماز میگه، مثال برای مثال آورده استم، این رضاگی پدر و مادر است، یک دیوس نبودن است. از طهارت زن یا شرط قبول عبادت زن این راضی بدن شوهر است. این چیزا بدونین. خیلی برادرات چنین فهمیشتم، فهماندم. تا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب